یکی از سری ترین عملیات های مخفیانه CIA در افغانستان امروز توسط واشنگتن پست افشا شده. عملیاتی که به حدی سری و مخفی بوده که در همون بازه زمانی فعلی خیلی از مقامات ارشد دولت آمریکا که در افغانستان بودن هم ازش اطلاع نداشتن، به شمول رئیس جمهور کشور افغانستان، به رغم اینکه این عملیات 10 سال در داخل خاک افغانستان ادامه داشته. این عملیات چه هست؟ گفته شده که CIA برای یک مدت طولانی در همین آمریکا یک بذر خشخاش، یک بذر تریاک رو تولید کرده بوده که این بذر مصنوعی و دگرگون شده تریاک رو به مدت 10 سال توسط هواپیماهای 330 به طور شبانه بر سراسر مزارع خشخاش در افغانستان پخش می‌کردند و بعد از اون در تمام مدت این سالها مکالمه‌های کشاورزها رو دولت آمریکا شنود می‌کرده تا مطمئن بشه که این کشاورزها متوجه نشدن که آمریکا چنین کاری کرده و در تمام طول این سالها این خشخاش‌ها و این هروئین هایی که در افغانستان تولید شده با مورفین بسیار کم و به نوعی خشخاش و تریاک مصنوعی گفته میشه. میگن این هزینه‌ای که این عملیات داشته برای دولت آمریکا 9 میلیارد دلار بوده و در پایان هم به دلیل هزینه بالایی که داشته متوقف شده. اما نکته جالبش این هست که برای اینکه دولت افغانستان از این عملیات مطلع نشه، دولت آمریکا تظاهر میکنه که تصمیم داره این مزارع رو سمپاشی بکنه و در یک عملیات در واقع پوششی که توسط سفیر وقت آمریکا در افغانستان رهبری میشده، اینها پروژه‌ای رو روی میز کابینه افغانستان میذارن و تظاهر میکنن که قرار هست این مزارع رو سمپاشی کنن. سالها میگذره و کابینه افغانستان با این توهم که حاکمیت مرزی داره در نهایت به دولت آمریکا اجازه سمپاشی نمیده، اما این عملیات همچنان تداوم داشته. واشنگتن پست میگه برای 2 دهه کشاورزهای افغانستان این توهم رو داشتن که آمریکا یک کاری با تریاک‌ها و خشخاش‌های اونها کرده و حالا افشای این گزارش امروز تمامی اون شواهد و تمامی اون شبهات رو به گفته واشنگتن پست در واقع تایید میکنه و از یکی از مخفی ترین و طولانی ترین عملیات های CIA در افغانستان پرده برمی‌داره.